آموزش دانلود و نصب قدم به قدم بازی GTA ساندریاس برای گوشی موبایل به صورت فارسی و مد شده. همچنین مخصوص اندروید های 7 تا 15، یعنی تقریبا برای تمام گوشی ها میتونید بازی کنید و نهایت لذتش رو ببرید. ابتدا از کافه بازار یا مارکت اپلیکیشن رار رو دانلود کنید. سرچ کنید رار و به راحتی میتونید دانلودش کنید و اجراش کنید. واردش بشید و روی مجازات کلیک کنید. از برنامه خارج شید. وارد پیام های ذخیره شده بشید و تایپ کنید ادساین GTA V underline GTA underline V. این آیدی که اینجا نوشته شده رو دقیق تایپ کنید ادساین GTA V underline GTA underline V و سپس ارسال کنید و بزنید روش. روی گزینه پیوستن که این پایین هست کلیک کنید تا بتونید عضو کانال بشید و سپس از بالا سمت چپ روی این سه نقطه بالا سمت چپ کلیک کنید و روی جستجو کلیک کنید و سرچ کنید #59 و سپس سرچ کنید تا مستقیم برسونه به فایل بازی. این دوتا فایلی که اینجا میبینید رو باید دانلود کنید، روی این گزینه بزنید تا دانلود شروع بشه و تموم شه. و من قبلا دانلود کردم و سپس باید بزنید روی اینجا و روی ذخیره در دانلودها کلیک کنید، یعنی ذخیره بشه توی پوشه دانلود. حالا میتونید وارد اپلیکیشن رار بشید و برید توی پوشه دانلود و اون دوتا فایلی که دانلود کردید رو میتونید ببینید. روی این دوتا تیک کلیک کنید و سپس روی این کتاب که بالا هستش میتونید کلیک کنید و بعد روی اوکی یا تایید بزنید تا استخراج شروع بشه. اگه این ویدیو رو لایک کنی من انرژی میگیرم و برات کلی پست خفن میذارم، پس لایک کن این ویدیو رو. منتظر میمونیم تا دانلود تموم شه. بعد این دوتا پوشه براتون باز میشه. ابتدا وارد پوشه فایل های مورد نیاز بشید و پوشه APK رو بازش کنید. اینجا 3 تا فایل نصبی رو مشاهده میکنید که اگه اندرویدتون 7 تا 11 هستش فایلی که اولش روش نوشته 7 تا 11 رو نصب کنید و اگه بالای 11 هستش این آخریه رو نصب کنید و اگه سایر هستش رو وسطی بزنید. حالا من فایل نصبی رو نصبش میکنم و بعد از اینکه نصبش کردم روی فایل نصبی کلیک میکنیم و روی مجازات میزنیم. دوباره راه رو بازش میکنیم و توی پوشه فایل بازی و میریم داخل این پوشه و این دوتا فایلی که میبینید تیکشون رو میزنیم و فشار میدیم روی این فایل ها و روی کات یا انتقال کلیک میکنیم و انتقالش میدیم به این مسیری که همین الان میبینید Android underline unprotected و انتقالش میدید به OBB و این پوشه و روی این گزینه بزنید تا انتقال داده بشه. وارد پوشه فایل های مورد نیاز میشیم و این پوشه که دیتا هستش میریم داخلش و این پوشه که اسمش فایل هستش رو تیک میزنید و بعد از این که تیکش رو زدید روش فشار میدید و روی کات یا انتقال کلیک میکنید و میفرستیدش به پوشه Android underline unprotected و توی پوشه دیتا و داخل این پوشه رو اون گزینه میزنیم تا انتقال داده بشه. حالا چک میکنیم و انتقال داده شده. اسم پوشه کانفیگ رو تغییر نام میدیم یا همون رینیم و کل اسمش رو پاک میکنیم و به انگلیسی مینویسیم کانفیگ. حالا این پوشه رو انتقال میدیمش و همچنین این فایل رو هم انتقالش میدیم.
و اگه میخواید بازیتون پر از اسلحه باشه و پولش بی نهایت باشه، این فایلی که اینجا میبینیم رو انتقالش میدید به پوشه دیتای بازی. حالا برای اینکه نسخه مد شده رو فعالش کنید وارد بازی میشیم و این گزینه هایی که میبینید رو میزنیمشون. همونطور که میبینی هم پول بازی بی نهایته هم کلی اسلحه داره. من چندین ساعت زحمت کشیدم تا این ویدیو رو به دست شما برسونم و ضبطش کنم. در ازاش تو هم میتونی یه کار ریز بکنی و این ویدیو رو لایک کنی. ازت ممنونم. میبینمتون رفقا. بغلم کن که من از مردم و از این جامعه طرد شدم. بغلم کن که بدون حاله آبی تو زرد شدم.